میکنم باشه تو لیور همه 1091 هستم اومدیم با یه ویدیو دیگه. چطورید خوبی هستید؟ ببینید 551 تا شدیم، پشمام چه سریع رسیدیم. البته اینا میگم که من مشکلاتی چیزی واسم پیش اومده بود، سرم یه برف شکست، یه دفعه ویدیو رو گرفتیم درست نشد و یک سالم نه برای چند ماه بدون ویدیو موندید. میدونم باید این ویدیو رو بگیریم، خوبه، عالیه. داریم کسی رو تماشا میکنیم که سلطانه، میشه گفت سوتیدم هم میشناسید دیگه، جواد گرامی است که بعد بکنم دومین ویدیویی که میگیریم از ریاکشن همون اینه. اولش که در مورد شاد بود که خیلی عالی بود، یه کانال یوتیوب زدیم که برید اونم دم و سابسکرایب کنید که بتونیم در موفقیتی بزرگ رو به دست بیاوریم. بریم سراغ ویدیو. خب برای چی بریم؟ خوبه که آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه. مثل همون از خود راضی نیستم و خوبه. خب به نظر من میتونه آدم از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. من اگر بد بودم اون موقع هم بد بودم، اگر خوب بودم اون موقع هم خوب بودم. من واقعا خب احساس میکنم که باید عوض بشی. اگر عوض نشی، اگر سعی نکنی که عوض بشی، مجبوری عوضی بشی. وقتی که عوضی میشی دیگه بد میشی. بهتره که اتفاقا عوض بشی و اینکه بتونی بپذیری که تو دیگری هستی یا دیگران تو هستن خیلی سخته. تو ببین همیشه به من مثلا میگن که من دوست دارم که تو مثل بقیه باشی. من میگم اگه میخوای من مثل بقیه باشم، بقیه هستم، برو با اونا باش. منم، من خودمم، من اینم، همین هستم که هستم. اگه من اینجوری دوست داری باش بجمان، اگه دوست نداری برو با دیگران باش. خیلی ساده است که اینکه دیگران قضاوتت میکنن ولی اینکه تو میدونی که این حرفو به خاطر حالا مال، به خاطر فالوده، به خاطر بستنی نزدی، تو دل خودت میدونی که اون حرفو درست زدی. یه نفر شما میگی یه نفر نوشت، یه نفر خوند، بازم نوشت، بازم خوند. اونی که نوشت مرد، اونی که میخوند موند. حالا من مینویسم تو بخون، من میمیرم تو بمون. یه سوال یه اسمی فقط، یه اسم جواب. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ جان دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ وایس شما الان دربی بازترین دربی بازه دربی چی گفت یا لازم من نفهمیدم. حالا یه اسمی فقط، یه اسم جواب. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ جان آقا درست نمیاد، مغزم هنگ کرده. غیر ممکنه دربی بازترین دربی بازه دربی کی بوده؟ خودت جوابشو بلد؟ نه انصافا خودت میدونی جوابش تو رزت میدونی. من ببینید یعنی واقعا نمیشه چیزی گفت به این داداش، اصلا نمیشه حرفی زد. این واقعا گلابه، یعنی جواد جان حرفی نداره، یعنی میشه گفت کم و کست نذاشته، یعنی واقعا چیزه. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ بله. دربی بازترین دربی باز دربی. خدمتتون میگم هر چه دقایق بیشتری از بازی سپری میشه به پایان بازی نزدیکتر میشه. این اشتباه لپیه یا این یه قانونه که اون تیمی برنده است که گل‌های بیشتری رو زده. خب این جمله قصاره. یا بعدی ساعت 1 بامداد امروزه. نه امروز نیست، فرداست. دیگه رفتیم تو فردا، پس الان فرداست. دیگه نمیتونیم بگیم امروز. منطقی بود حاجی منطقی بود. ببینید اگه میخواید دوباره از این ویدیو بگیریم و
بیشتر شما چیز در بشید از این چیزا یه حساب رفت اینجا در میاییم بریم چیز جایی که باید باشین. خب اگه میخواید بیشتر از این ویدیو بگیرم براتون یه دنبال مشتی کن، یعنی یه دنبالی کن که من حال بگیرم یعنی آره که بتونیم بیشتر واسه ویدیو بگیرم. دنبال یادت نره اگر از یوتیوب این ویدیو رو میبینی که فکر کنم یکم طول میکشه که بره تو یوتیوب سابسکرایب و لایک رو بزن، اگرم لایک دید یه دونه کامنت انگلیسی بذار که چیه و زنگوله رو بزن. اگرم از این فارد میبینی دنبال اون قلب سفیدم گرمزش کن زنگوله رو بزن که اگر من ویدیو گذاشتم بهت بگه که امیرم تو عشق 91 ویدیو گذاشتم بیا ببین چه انصافا پروفایل. پس دنبالیت نره. اگرم خواهان این ویدیو هستید که دوباره بگیریم یا خواهان ویدیویی هستید که بریم گله های سوپر گله های فوتبال ببینیم ویدیو بزن تو چیز یوتیوب و اگرم میخواید ویدیو رو بگیرین یه دونه کامنت بذار. خیلی امیدوارم عالی باشید.